این عروس، تعبیل خواب تو این است که 3 روز دیگر به شغل پیشین خود باز میگردی و به عنوان ساقی آمونهوتپ عزت و جاه مییابی. اما تو آپوپیس 3 روز دیگر به دار مجازات آویخته خواهی شد و بر بالای آن میمانی تا پرندگان از جسدت بر بالای دار تناول کنند. نه این حقیقت نداره، این حقیقت نداره. من اصلا خواب ندیدم. دروغ گفتم. من خواب ندیدم. وقتی دیدم این عروس خواب دیده من هم گفتم خوابی از خود بسازم. آره دروغ گفتم. فریب خوردی یوزارسی، پوچی ادعایت ثابت شد. یک پیامبر دروغین، او اصلا خوابی ندیده، تو یک رویای نادیده را تعبیر کردی. ای کاش گفتی تو درست بود. متاسفانه بر آنچه من گفتم قلم تقدیر رفته است و بیشک رو خواهد داد. من هم تا چند لحظه پیش همچون تو گمان میکردم که تعبیر خوابم بد است. مایوس بودم. بالعکس، من چه امیدوار بودم. آخر چه کاری بهتر از غذا دادن به پرندگان. اما فکر که میکنم میبینم یوزارسیف درست میگوید. درست است که کاهنان معبد آمون به من خیانت کرده، یاریم نکردن، اما من قصد کشتن آمونهوتپ را داشتم و باید مجازات شوم. مرگ مجازاتی بدیهی است. این عروس یعنی کاهنان مرا یاری نخواهند کرد. اگر تعبیر یوزارسیف درست باشد، هرچه بیشتر به آنخماها و پادیامون فرصت بدهیم، آنها خود را بیشتر تجهیز می کنند و برخورد با آنها مشکلتر می شود. اگر قرار است برخوردی با آنها صورت گیرد، زودتر. پیشنهاد می کنم آنخماها و کاهنان را با پادیامون و کیمونی مواجه کنیم. آنان که نمی توانند اقرار علنی آپوپیس را انکار کنند، توانند در صورت اثبات جرمشان میدانم با آنها چه کنم. تمام امکانات و اختیارات معبد را از آنها پس گرفته و به شدیدترین وجه پادیامون و آنخماها را مجازات خواهم کرد. بهتر از میهمانی بزرگی در قصر ترتیب داده
آنخماها و همدستانش را هم دعوت کنیم. همزمان کیمونی کاهن ایناروس و آپوپیس را هم وارد تالار کرده و آنها را با یکدیگر مواجه کنیم. فکر میکنید این دعوت را خواهند پذیرفت؟ وقتی فرمانروا آمنهوتپ کسی را به میهمانی دعوت کند موظف به اطاعت است. هرچه زودتر ترتیبی بدهید که این مجلس محاکمه برگزار شد. اطاعت عالی جناب. مرگ یکم را عادی است، حادثه عمومی برای همه. دیر یا زود همه میمیرند. روز نوبت توست، فردا ما و روز دیگران. اگر انسان عمری 1000 ساله داشته باشد باز هم از رویارویی با مرگ خوشنود نخواهد شد. فقط انبیا و اولیای خدا از مرگ استقبال میکنند. من همان گونه که خبر مرگ به تو دادم مژده‌ای هم به تو میدم. ایمان آوردن تو پیش از مرگ یک سعادت و نعمت بزرگ است. تو دنیا را ترک میکنی در حالی که در جوار رحمت پروردگارت به آرامش و نعمت ابدی دست خواهی یافت. ولی هر کس را که در مصر به دار بیاویزند مومیایی نمی کنند و به غرب یعنی شهر اموات نمی فرستند. در آن صورت من هیچگاه آرامش ابدی پیدا نخواهم کرد و برای همیشه نابود خواهم شد. چه کسی گفته آرامش در غرب است؟ یک موحد نباید چون بت پرستان فکر کند. خدای تو مالک همه هستی است و در جهان فانی و باقی همه امور در ید قدرت اوست. در هر کجا که مرگ را ملاقات کنی من به تو مژده بهشت جاودان و زندگی ابدی در جوار رحمت پروردگار یکتا را میدهم. من آنقدر که برای این روز نگرانم برای تو نیستم. چرا برای من نگرانی؟ آیا خطری جان مرا تهدید میکند؟ نه، روح تو در خطر است. آپوپیس و تو با ایمان به خداوند از همه گناهان گذشته پاک شده اید، اما تو در این دنیا میمانی. نگرانم که باز هم مرتکب گناه شوی و به هنگام مرگ با کوهی از گناه این دنیا را ترک کنی. اما آپوپیس همچنان پاک پروردگار خیش را ملاقات می کند. باید مراقب بود. کاشتن نهال ایمان مشکل نیست، مشکل حراست و بارور کردن این نهال است. حالم هر روز دگرگونتر و دردم فزونتر می شود. همه مرا سرخوش و شاداب می پندارند. از قلب چاک چاک و دل پر دردم بی خبرند. کسی فریادهای فرو خورده مرا نمی شنود. چه کنم کاری ماما؟ چاره بیندیش کاری بکن. آرسته بانو میخوای همه بشنون؟
من معتقد به شکنجه هستم. تنها راه تسلیم و اطاعت یوزارسیف شکنجه و شلاق است. فقط شما باید تحمل داشته باشید. من یوزارسیف را بزرگ کردم. هیچ کس نمیتواند او را وادار به کاری بکند که خلاف میلش است. من راه دیگری به نظرم نمیرسد. اما من فکر میکنم با وعده و وعید و پیشنهاد آزادی بهتر میتوانیم او را وادار به اطاعت کنیم. اگرچه این طریق بی نتیجه است، اما برای خوشحال کردن شما حاضر به انجام هر کاری هستم. همین امروز به زندان زاویرا میرویم. درود بر بانو زلیخا. درود خدایان بر شما باد. توانستید یوزارسیف را وادار به اطاعت کنید؟ خیلی بانوی من، او اصلاح پذیر و اهل اطاعت نیست. مطیع کردن او کار دشواری نیست. شما نتوانستید. من این غلام عبرانی را به زندان انداختم که او را در قل زنجیر کرده گرسنه و تشنه نگهداری تا تنبیه شود. اما تو او را به حال خویش رها کرده ای. بانوی بزرگ، کسی را در بند کنند که بگریزد. یوزارسیف که گریزپا نیست. کسی را گرسنه نگه می‌دارند که شکم باره باشد. یوزارسیف را کجا میل قضاست؟ کسی را شلاق زنند که مجرم باشد. او که مجرم نیست. پس حقیقت دارد. یوزارسیف همه شما را مجذوب خویش کرده است. صادقانه عرض کنم این حقیقت دارد. من به بانو زلیخا حق میدم که شیفته یوزارسیف شود. او واقعا دوست داشته نیست. از کاریماما خواستم تا با او سخن بگوید. ایشان را نزد او ببرید. نگهبان، یوزارسیف را به اتاق ملاقات بیاورید. ما را تنها بگذارید. باز چه شده کاریماما؟ هنوز بانو زلیخا خیالات گذشته را در ذهن می‌پرورد. خور و خواب را که مدتی است فراموش کرده، اما یاد شما را نمی‌تواند. من دلم برای او میسوزد. ای کاش به جای این همه تبعیت از نفس قدری تابع عقل میشد. عاشق و عقل؟ زلیخا عاشق نیست. هوس را به خطای عشق تصور نکنید. عشق مقدس است و در دلهای آلوده آشیانه میگیرد. تو بانو زلیخا را آلوده میخوانی؟ به خدایان سوگند اگر او اجازه میداد تو را در زیر شکنجه وادار به تسلیم میکردم. اما چه کنم که زلیخا مانع میشود؟ زلیخا میداند که یوزارسیف تسلیم شدنی نیست. به همین دلیل به شما اجازه تندخویی نمیدهد.
من زلیخا را دوست می‌دارم و او را در جهت رسیدن به خواسته هایش یاری می‌دهم، چه این خواسته هوس باشد چه عشق. من خواستار آزادی تو نیستم، اما زلیخا هست. من به خاطر زلیخا به اینجا آمدم تا راه آزادی را به تو نشان دهم. شما چقدر زلیخا را دوست دارید؟ به اندازه جانم. من خالق خود را بیش از همه هستیم دوست دارم و آرزویم این است که با اعمال خود او را خوشحال کنم، نه زلیخا را. من به تو قول میدهم اگر از زلیخا اطاعت کنی و خواستش را اجابت کنی بیدرنگ آزاد خواهی شد. به زلیخا بگو یوزارسیف آزادی را به قیمت آلودگی و گناه نمیخواهد. بهتر از او هم روح خود را به شیطان نفروشد. آیا در میان زنان مصر وفای به همسر و پاکدامنی جایی ندارد؟ علیرغم همه علاقه‌ای که به زلیخا دارم باید اقرار کنم که او زن بدی است. چگونه میتواند با وجود پوتیفار بزرگ و صاحب مقام به دنبال مرد دیگری چون تو باشد؟ اگر زلیخا معبود حقیقی و زیبا را میشناخت به بنده ناچیزی چون یوسف دل نمیباخت. خداوندا زلیخا را از تاریکی زندان درونش نجات داده و قلب او را به نور ایمان روشن کرده. بگذارید آنقدر اینجا بماند تا بپوسد. اگر یوزارسیف پشت گوشش را دید رنگ آزادی را هم خواهد دید. حرکت کنید. زلیخا قماربازی است که هستیش را باخته اما ظاهر نمی کند. او می خواهد خود را سنگ دل نشان دهد اما نمی تواند. درود خداوند بر تو باد. درود خداوند بر شما. یعقوب و نبی را میجویم. از ایشان چه میخواهید؟ از جوانی زندانی در مصر برای ایشان پیامی دارم. گفتید از یک جوان زندانی؟ آری. با من بیایید. ظاهر او، قد و قامت او، سن و سالش. قامتی بلند داشت. به گمانم 30 یا 32 ساله می نمود. چهره او زیبا نبود. نامش یوسف نبود. جویای نامش شدم. گفت از بردن نام خود معذور است. زیبایی او هم از پشت ریش و موهای بلندش پیدا نبود. زیبایی یوسف من از پشت حجاب هم پیداست. نه، هیچ چیز نمیتواند او را پنهان کند. از بزرگ مردم کنعان پرسید. شما را گفتم. از 12 شاخه پربار و پرتوان سوال کرد. گفتم یکی را بریدند. چرا نامش را نگفت؟ چرا گفته معذور است؟ اگر یوسف من بود میگفت. به خاطر پدرش میگفت.
گفتید از آن جوان پیامی آورده. آری، گفت در حق زندانیان غریب و مهجور دعا کنید. خداوند او را از بند زندان نجات دهد. زندانی گفت هرگاه دست تضرع به سوی حق برداشتید در حق فرزندان دور از پدر و غریب دعا کنید. این یوسف من است. این فرزند دور از پدر یوسف من است. میشنوی بنیامین؟ این سخن برادرت یوسف است که در فراق پدر ناله می کند. آرام باشید پدر. یوسف در مصر چه می کند؟ آن هم در زندان. غیر از این نشانه های او با یوسف تطبیق نمی کند. احساس می کنم این زندانی یا یوسف من است یا از او خبر دارد. سخنانی هم در خصوص جانشینی خدا و شاخه بریده گفت که در خاطرم نمانده. خداوندا آن زندانی را از کنج زندان به دامان پرمهر پدر برسان. خداوند قلب پدرش را به دیدار او روشن کند. اگر رخصت دهید من مرخص شدم. خدا نگهدار. خداوند شما را حفظ کند و پاداش نیکو دهد. امیدوارم که این چشم‌ها یوسف مرا دیده باشند. امیدوارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداوندا حاجت آن زندانی ملتمس دعای مصری را برآور. عالی جناب فرمانده تاکلو. درود بر کاهن اعظم عالی جناب آنخماهو، فرمان روا آمنحتب سوم خداوندگار مردم مصر از جناب آنخماهو برای شرکت در مهمانی بزرگی که در تالار قصر برگزار می شود دعوت فرمودند. امید است کاهن اعظم این مهمانی را با حضور خیش مزین فرمایند. دعوت فرمانروا سپاس گذاریم و در مهمانی ایشان شرکت میکنیم. میتوانی بروی. چرا پذیرفتید؟ ممکن است دسیسه‌ای در کار باشد. چاره ای نیست. شرکت نکردن یعنی تمرد، یعنی اعلان جنگ بر علیه آمنحتب. از طرفی اگر آبوپیس به جان آمنحتب سوءقصد کرده باشد ممکن است ما متهم به تحریک شده باشیم که نرفتن ما یعنی تایید این اتهام. اگر این میهمانی یک دام و توطئه بود چه؟ پادیامون باید به سربازانش دستور دهد تا آماده شوند تا در صورت خطر اقدام کنند. ما هم تعدادی از بزرگان شهر را به مهمانی دعوت میکنیم تا آمنحتب نتواند در حضور اونها بر علیه ما اقدام کند. ناگفته نماند که پیروان آمون آنقدر هستند که آمنحتب جرأت نمی کند به کاهن اعظم اهانت کند. بسیار خوب، بروید برای مهمانی فردا آماده شوید. درود بر عالی جناب پرمها. سپاسگزارم. ما برای بردن آپوپیس، ایناروس و کیمونی کاهن آمدیم. بسیار خوب عالی جناب، منتظر باشید. زندانی آپوپیس و زندانی ایناروس آماده رفتن شوند.
آرام باش، آرام باش. باید برای محاکمه نزد آمن‌هوتپ بروید. آپوپیس، آپوپیس، خدایی که ایمان آوردی توکل کن و به هرچه او اراده کرده راضی باش. اگر در این دنیا بودی که باز یکدیگر را ملاقات میکنیم و اگر رفتی بدان ما هم به زودی به تو ملحق میشویم. امروز روز سوم است. آثار تعبیر خوابی که یوزارسیف کرد ظاهر شد. برخیز آپوپیس، عجله کن. باشد باشد. دیدار خالق خود از اینکه کیمونی کاهن رو نیز آماده با ایمان از این دنیا میروی خوشحال باش. اگر زنده از اینجا آزاد شدم به دیدار شرابدار آمن‌هوتپ خواهم آمد. نمیخواهی مثل میمیسابو برای تو لباس و غذا بیاورم؟ برای من نه، برای اینم بیاورم. اینا روز دعا کن که خداوند هر چه زودتر زمینه آزادی ما را فراهم کند. آری هی آپوپیس، نگران نباش. پیشگویی‌های یوزارسیف دروغ است. هیچ اتفاقی نمیافتد. من به تو قول میدم. کیمونی کاهن بیرون، وقت رفتن است. کجا؟ نمیدانم. سواران قصر آمن‌هوتپ برای بردن تو آمدند. او را غل زنجیر کن. من ایمانم را از شما دارم یوزارسیف. سعی میکنم آن را حفظ کنم. تو به نزد آمن‌هوتپ میروی و جایگاه و منزلت سابق را خواهی یافت. آمن‌هوتپ یک بار مرا دیده و خاطره خوبی از او دارد. از من نزد اربابت یاد کن و بگو یوزارسیف بیگناه است و بیهوده او را در حبس کرده. حتما مطمئن باشید من اسباب آزادی شما را فراهم میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مطمئن باش که فرمانروا آمن‌هوتپ شما را از زندان آزاد خواهد کرد. ای کاش ما هم کسی رو داشتیم تا از او یاری بخواهیم. چه گفتی؟ گفتم آمن‌هوتپ شما را از زندان آزاد خواهد کرد. او قدرت این کار را دارد. ولی من قدرتمندتر از آمن‌هوتپ را میشناسم. چرا به اون نگفتم؟ جناب کیمونی شما هستید؟ آپوپیس، این عروس شما اینجا چی میکنید؟ خود را به حماقت نزن. ما 2 تن ماه هاست که در اینجا زندانی هستیم، اما هیچ یک از کاهنان و مسئولین معبد به سراغ ما نیامدند. چرا باید می آمدیم؟
زندان شما چه ارتباطی به ما دارد؟ خیلی پستید. ما به خاطر شما در زندانیم. اگر دستهایم بسته نبود دندانهایت را خرد می‌کردم تا بفهمی چرا باید به سراغ ما در زندان می‌آمدی. رذل کثیف. چهره آنها را بپوشانید. نباید شناخته شوند. حرکت کنید. سریعتر. آپوپیس ها؟ آیا تا به حال سخنی گفته ای؟ نتوانستم شکنجه را تحمل کنم. همه چیز را گفتم. به نابودی بستگان همسر و فرزندانت فکر نکردی؟ شلاق و شکنجه هر فکری از سر آدم بیرون میکنه. در حال کار از کار گذشته. میدانم که شما تهدید خود را عملی نخواهید کرد. هنوز دیر نشده. این کار کن. یقین بدان که معبد انتقام سختی از تو خواهد گرفت. اقرار کرده نزد همه. انکار فایده ندارد. بگو اقرار در اثر شکنجه بوده. از ترس جان اقرار کرده ای. بوتیفار آنقدرها هم ساده نیست. نمیپذیرد. چاره ای نیست. اگر این کار نکنی تمام بستگان و کیشانت را از دست خواهی داد. ببندید دهنتان را. ساکت. سخت نگیر. تو که خطایی مرتکب نشده ای. خداوند اینجا حاضر و ناظر بود و من از این عروس خواستم که از من نزد آمنحتب یاد کنم. اگر آمنحتب بداند که تو بیگناهی و در جهت نجات تو اقدام کند عیب است. اگر من دیگران را دلگرم به عنایت خداوند توانا کنم اما خود به مساعدت غیر دلگرم باشم عیب نیست. یعنی غفلت. تو فقط خواستی که فرمان روا از حال تو غافل نباشد و متوجه بیگناهی تو شود. همین. آنجا که خداوند ناظر و متوجه بیگناهی من است چه نیاز به توجه غیر؟ من از خداوند پوزش می‌طلبم، توبه می‌کنم. اشتباه
هر آنچه از خلایق طلب می کنید جمله یک جان از اوست. وای وای به روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری برند. بسا خلایق رسوا شوند اگر روز موعود خداوند با عدل ظاهر شود. بسا پرده ها دریده شود اگر او با عدالت بر خلق بنگرد. بسا امیران اسیر شوند اگر فردا حق تعالی مظلومان را دستگیر شود. بسا خون از دیده ها روان شود اگر عاصیان بر اعمال زشت خویش واضح شد. آمده ای که مرا به مجازات خطایم آگاه کنی. آرام باش یوسف، این همه خود را رنج مده. من به خطای خود آگاهم و خود را نخواهم بخشید. همین آگاهی عنایت حضرت دوست در حق یوسف است. همین عنایات بی انتهاست که یوسف را شرمنده کرده است. چه کس مرا عزیز پدر و دیگران قرار داد؟ خداوندی که عزت و ذلت در ید قدرت اوست. چه کسی مرا در قصر عزیز مصر غرق ناز و نعمت کرد؟ خداوندی که همه نعمات از فیض وجود اوست. چه کس مرا از دام زلیخا و دیگر زنان مصر نجات داد؟ خداوندی که بندگان مؤمن را از عمل سوء و فحشا باز می‌دارد. پس چرا در محضر خدایی که همیشه مرا به یاد دارد غیر خدا را یاد کردم؟ در ازای این خطا یوسف نباید که خون گریه کند، نباید موی بکند و روی بخراشد. خطا کردم، اشتباه کردم. از خداوند بزرگ عذر تقصیر می‌طلبم. اگر یوسف به خطای خیش واقف نمی‌گشت و این گونه عذر تقصیر به پیشگاه حضرت دوست نمی‌برد، مطرود درگاه حق می‌گشت و از مقام نبوت عزل می‌گردید. مقدر این بود که یوسف 1 سال در زندان بماند، اما اکنون 7 سال دیگر بر این زمان افزوده شد تا هم یوسف خطای خود را جبران کند و هم هدایت مردمان زندان را بر عهده بگیرد. یوسف در آینده نیازمند یاران بسیاری است. زندان را میپذیرم، حتی اگر همه عمر باشد. همین که معبود مرا از نظر نینداخته مرا کفایت میکنه. سپاسگزارم، سپاسگزارم. مرا ببخشید، خوابتان را شفتم. همیشه دعا کنید خداوند ایمان و عبودیتی زانی من کرده از ما نگیرد. همیشه بگویید پروردگارا قلبم را تاریک و تباه نکن بعد از آن که هدایتم کرد.
برای مقابله با خطرات احتمالی تدابیر لازم را اندیشیدی؟ بله عالی جناب. سربازان و برده ها مسلح هستند. تعدادی سربازم در بین مردم مسلح هستند. گفتم اگر خبری شد حمله کنم. سعی کن بر خود مسلط باشی، بیهوده خشمگین نشوی. جناب پادیامون، سلاح‌هایتان. فرمانروای سرزمین مصر خدایگان آمنوتب سوم وارد می شود. جناب آنخماهو، کاهن اعظم معابد خدایان سرزمین مصر، به میهمانی امروز خوش آمدید. درود بر فرمانروای بزرگ مصر خدایگان آمنحتب سوم، بزرگترین فرمانروای همه اقصار مصر. آیا به راستی جناب آنخماهو القابی را که به کار میبرند قبول هم دارند؟ ما تردیدی نداریم و آنچه که گفتم از سر صدق است. تمام فرمانروایان مصر از نظر کاهنان معبد آمون مقام نیم خدایی دارند. من از شما بزرگان معابد سوال میکنم، اگر کسی علیه چنین مقامی که آنخماهو گفته توطئه کند، حکمش چیست؟ ما چنین گمان میکنیم که نمامی بدخواهان ذهن جناب فرمانروا را نسبت به ارباب معابد مغشوش کرده است. ولی جناب فرمانروا مطمئن باشند که بدگویی خبرچینان نمیتواند از ارادت ما نسبت به فرمانروا بکاهد، هرچند که خاطر عزیزشان از ما مکدر شده باشد.
امروز در حضور اشراف و بزرگان مصر نمایشی اجرا خواهد شد که قهرمانان اصلی آن جنابان آنخ ماهو، پادیامون، آپوپیس و ایناروس می باشد. خب جناب آنخ ماهو، آیا اینان را می شناسید؟ بله، اگر اشتباه نکرده باشم اینان سفره‌دار و شرابدار جناب آمنحتب هستند. آیا رابطه این دو با معبد را آشکار می کنید؟ یا از آنان بخواهم که همه چیز را برملا کنند؟ معبد فقط آنان را از پیروان آمون می داند و رابطه دیگری با آنان ندارد. خب آپوپیس، تو چطور؟ آیا رابطه خود با معبد و جناب آنخ ماهو را انکار می‌کنی؟ من نمیدانم جناب پوتیفار از کدام رابطه سخن میگویند. از رابطه با آنخ ماهو، از دسیسه‌ای که بر علیه جان آمنحتب صورت گرفته بود بگویید. من چنین رابطه‌ای با جناب آنخ ماهو نداشتم. نه. اما تو در حضور مأموران زندان اقرار کردی که آنخ ماهو به تو 1000 سکه طلا داده تا زهر در جامعه فرمان روا بریزی. چند تن شاهد این اقرار بودن؟ من انکار نمی کنم، هرگز. اما آن اقرار از ترس جان و خلاصی از شکنجه بود. سوء قصد به جان عالی جناب فرمان روا را چه میگویی؟ چرا چنین کاری را کردی؟ ربطی به جناب آنخ ماهو و کاهنان معبد ندارد. یک روز فرمان روا از خانسالاری من ایراد گرفتند و خشمگین شدند. ترسیدم که به بهانه قصد جان من کنند. از این رو من هم تصمیم گرفتم که پیش دستی کنم. میدانی مجازات کسی که به جان فرمان روا سوء قصد کند مرگ است؟ بهتر نیست که عاملان اصلی را نیز معرفی کنید تا به سزای عملشان برسند. جناب پوتیفار، چرا به اصرار می‌خواهید خادمین معبد را شریک جرم کنید؟ او در حضور مردم رابطه خود را با معبد انکار کرده است. شما دیگر در صدد اثبات چه هستید؟ شما خیلی هم آسوده خاطر نباشید، چون هنوز نمایش ادامه دارد. خب جناب کیمونی، شما جلوی زندان زاویرا چه می کردید و چرا سراغ آپوپیس را می گرفتید؟ به خاطر همسر و فرزندانش که گریه می کردن و از آپوپیس بی اطلاع بودم. قول دادم خبر خوشی برایشان ببرم. همه جا سر زدم. جلوی زندان زاویرا که رسیدم توسط مأمورین شما دستگیر شدم. ولی آپوپیس پیشتر در زندان اقرار کرده که توسط شما نزد آنخ ماهو رفته و برای کشتن فرمانروا تدبیر شده است. اقرار تحت شکنجه هیچ ارزشی ندارد جناب هورنهو. یعنی تو با آپوپیس و ایناروس هیچ ارتباطی نداری و در توطئه سوء قصد علیه جان ما هیچ نقشی نداشت. خیر خداوندگار من، هیچ رابطه ای با یکدیگر نداریم. و تو آپوپیس
هیچ ارتباطی با کیمونی و آنخماهو نداشتی؟ نه عالی جناب، من با کیمونی و جناب آنخماهو هیچ رابطه‌ای نداشتم. و نقشه سوء قصد جان مرا خودت با این عروس کشید؟ نه عالی جناب، نه، من از این ماجرا بیخبر بودم. راست میگوید عالی جناب، او از این ماجرا بیخبر بود، اما این نقشه را من کشیدم. من از او خواستم که با من همکاری کند، اما نکرد و به شما خبر داد. از جلوی چشمانم دور شو پیش از آن که اینان از کف داده دستور قتلت را صادر کنم. دلی اینان تو را نجات داد. بار دیگر اگر توطئه کنی همون هم نمیتواند تو را نجات دهد. دور شو. این خیانت به خدایان و خادمین معبد است. اینها کافران و آمون اهانت میکنند. این اهانت را بی پاسخ نمیماند. تو ابله جان خود را فدای آنخماهو و دیگران کردی. اگر حقیقت را گفته بودی اکنون نجات می‌یافتی. من جان خود را فدای خانواده و بستگانم کردم. این عروس آزاد است، ولی آپوپیس فردا به دار مجازات آویخته می شود تا عبرت سایرین گردد. تو کیمون برو، اما بدان که به زودی پرده از جنایت معبد برداشته و همه شما را همچون آپوپیس به دار مجازات خواهم آویخت. نمایش تمام شد. همه بیرون. بیرون. نمایش با شکست آمنهوتپ و پیروزی کاهنان به پایان رسید. همه بیرون. نروس. بله عالی جناب. اگر تو شرابدار ما نیستی. چرا عالی جناب؟ چرا؟ شرابت کو؟ در خدمت هم عالی جناب. این افتضاح امشب تقصیر شما جناب پوتیفار. وزیر با تدبیر و حکیم ما جرم به این روشنی را نتوانست به اثبات برساند. شما که گفتید اوضاع بر وفق مراد است جناب پوتیفار،